امروز میخوام بهت یه حرکتی رو بگم که شاید تا حالا هیچ یک از مربیای رقص بهت نگفته باشه. پس بزن بریم. به نظر تو حرکت دست از مچ تموم میشه؟ بیشتر آدما وقتی که دارن رقص تمرین میکنن تمام حواسشون به بازوها و آرنجاشونه، ولی یک رقصنده حرفه‌ای هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنه. یه رقصنده حرفه‌ای تمام اون احساس و عشق رو از بازوها و آرنج به انگشتای دستش انتقال میده. انگشتا آخرین جایی هستن که احساس و انرژی و حرکت بهشون میرسه. اگر شما اجرای انگشتاتون زیبا نباشه، زیباترین حرکت رو به بدترین حرکت اجرا خواهید کرد.